تنها در داخل سوراخش درآید و از این آفت نجات یابد. لیکن همه را فریاد کرد همه تان درآیین زیرا زیر پای اسب های سلیمان نمانید. ببینید این دلالت به چی میکند؟ دلاور دلالت به وحدت نمیکند، دلالت به سرجمی نمیکند. اگر من در مسکو هم که باشم ولی از همه منطقه باشد، در همین پاسپورت تو نویسندگی که دلاور زاده خوجند است، حاجی میرزا زاده کلاب است، مقصد ده و اصلا در جای امو ناسیونال نیستش، تاجیک آمدگی، فقط تاجیک. دلاور تاجیک است، حاجی میرزا تاجیک است، مقصد فلانش تاجیک گفتگی. در همون جمع حتی نه آمده است که ما از کدام قبیله ایم. برای همین حقیقتا اگر همین قبیله گرایی ما باشد، همین محل گرایی های ما باشد، من نفری خودم در یک طرف و ایش نفری خچه در یک طرف، من حادثه ها دیدم در دلاور، من از چیزهای دیدگیم. وقتی در یک زواد بگیم یک بچه ها یک منطقه کار میکردن، من میدانم حتی کم منطقه بودن، یک نفری اونها وقتی که میرفت خانهشون، نفرهای بیکار از دیگر منطقه ها بود ولی وای نمیگرفتن، تا از منطقه خودشان نآید نمیگرفتن. این بیچاره 2 ماه 3 ماه شد که از اینجا زنگش میزنه یگان مبلغ روان که بیکار میگه، در کار نمیگیرش. برای چی؟ برای که تا از منطقه ما نیستی. این یک شومی همین. بعد چگونه همین مرده که در کار نمیگیرن این همون منطقه را دوست داره. از همیشه علکای بدبینی هامون سر میشود که ای او فلانی ای دفع که اونا را بدبختن. اونا برای چی بدبختن؟ این مرحمت. همین قبیله گرایی هامون، محل گرایی هامون حقیقتا ما را ملت نمیکنه. دلاور جان، اسلام هرگاهی که میگه یا ایها الناس، ببینین تمام آیت هایی که میخوانی فقط ای مردم، ای مردم، قل اعوذ برب الناس، فقط مردم های. ببین تماما نه اشاره به یگان، حتی اگر چندی که همین قرآن یا پیامبر اگر با زبان عربی باشد، حتی از قریش عرب هم که باشد، هیچگاه تعریف عرب در قرآن نرفته است، نرفته است. حتی میگد لاهوری میگد محمد اقبال بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن. بین بین برنگ احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کن. ما نمیتونیم با قبیله هامون افتخار داشته باشیم. خدا در قرآن میدونه که افتخاری ما را در چی گفت؟ گفت که یا ایها الناس، اول خدا میگه ای مردم، این خلقناکم من ذکر و انثی. خدا را بین همه تون فرزند یک پدر و فرزند یک مادرین. و جعلناکم شعوبا و قبائل، من شما را شعبه شعبه قبیله قبیله کردم. برای چی؟ لتعارفو، برای اون که تو بگوی ما فلانیم، ما زورتریم، ما پولداریم، ما جای کار داریم. نه، میگه خدا میگه برای چی جدا جدا تون کم؟ لتعارفو، تا که با یکدیگر رفت آمد کنین، با یکدیگر مثال دوستی کنین، با یکدیگر خویش و تباری کنین. بعد آخر ده میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، از همه دا محترم شما پیش من کسی است که از من میترسد. این از دلالت دین من، برادر عزیز من، که اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبه هست در مسلمانی ماست. مثال یاده وقتی که از ولایت سوق به دوشنبه میمادم، راننده همون تاکسیست گفت من اتوبوسچی بودم، من اتوبوسچی بودم. اول دید گفت که چرا ریش مونده؟ من گفتم روز دیگه نه دامولا هستم نه چیز، اما همین عادت همچه یک رمزی مخو. بعد گفت که من بسیار دلم مانده است، بینم ناراحت شد. بعد فهمیدم در کور که چی شد و خیر. بعد پرسیدم که عمک چی شد؟
گفت همون زمان من اتوبوس میراندم. گفت از همون کجای همین منطقه همین طرف زمان جنگ بسیار همون ریشدارها اتوبوس می داشتند. گفت می در آمدن روی راست میگفتن همین دختر ششته است نشسته است، میگه همینته حال ما فراموده یک کار میکنیم بعد ایست ما برآمده. یعنی یک رفتارهای یک کارهای میکردن که در نظر همون مرد میبیند کسی ریشدار از ناراحت میشد، چون دیگه همون زمان به یادم میاد. این بسیاری ها از دین استفاده بردن، استفاده میبرند و دین خور کردن. بگذار شما برادری ما باشین، بگذار شما دادری ما باشین، زیرا که من دوست میدارم که همین نفری باشد که برای بهبودی، فقط برای بهبودی من جانبدار اینام. این حادثه را که شما نقل کردین یا نفرتی که وی گفت من از ریش شما دارم، اندیشه من، ولی من آورده ایره به حدیث به آیت هم حتی به شما مثال بیان میکنم که شما دانید. میگه رومی را بینین چی میگه جلال الدین، آدمی را نه به نطق نه به ریشو نه به جان، توتیم نطق بوزم ریشو خرم جان دارد. چرا این سخنه حضرت اگر حاضر من شخصا مولوی نه من یک کس گویم بوزم ریش دارد، ولی چند قادم از من خفا می شود این ریشه با بوز نسبت داد که اینا من نگفتم، لیکن در زیر سخن این جناب معناها برادر عزیز شده است. همین صاحبی که من قبلا پیش نامش گرفتم میگه مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. در بالای سر یک آدم یک سله کلون دیدی فریب نخور که همه در همین ای. مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد زی به مغزی صدا بسیار میپیچد. گنبزاد یک بار بوده ها بگو 10 بار ها 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 صدا میتن، هیچ چی نداره درنش. گنبز کلان صدا دارد. برای همین حقیقتا دلاور برادر عزیز بدبخت است آن کسی که از اسلام سوء استفاده میکنه. بدبخت است وی از اسلام سوء استفاده میبرد. اسلام دین صلح، اسلام دین جنگ نیست. بایزید بستامی، بستام تصور کنید وقتی ایران می آید نماینده های دین کارش بینید از اینجا یک مقدار جو می خرد می رود بستام عراق. وقتی میکشوید می بیند در درنش یک مورچه می گوید من این مورچه را به وطن کردم، این وطنش ایران بود. می بندد گرفته همون را چند روزی که نباشد آورده با در ایران از همون جایی که گرفته است همون جا را تسلیم میکند. برادر این بایزید است، این نماینده دین است. دین ما در او آدم تصور کرده میتونیم. برای یک مورچه برادر عزیز این آدم به خاطر دین به وطن میکنی. کردن در سوریه دیدیم پیش پای آدم های بیدین در افتیده که مرا در یک گوشک وطن جاک. چرا ای مسلمان گریختن؟ اونا را من مسلمان نمیشمارم دلاور. برای همین میگم که در صورت آدم اسلام تصور کردن در کار نیست. اگر میشد پیامبر میگو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پیامبر حدیث مسلم ابو هریره روایتش میکند خدا در چهره تو نظر ندارد، در مالت نظر ندارد، قلبت در نظر دارد. زین لحاظ منم جانبدار این هستم که از دین استفاده نبرین. غرضهای ناپاکی خودتانه چخیلی که یک آدم بدنی همین تا گویم ناآلوده دارد میاد در تنه پاکی من خودشم میمالد، این کار را باید نکنیم. این کار را نکنین. با نام دین مردم را نفریبین. دین این نیست. دین همیشه خیر میخواهد. دین همیشه آرامی میخواهد. دین عبارت ای نصیحت ای.
دین هیچ وقت گردن یک آدمی نامسلمان ما دلاور حق نداریم که یک آدم دین نداره، ایمان نداره، هیچ چیز نداره. پیامبر میگد که در حدیثش که هر کسی که اگر یک انسانی که دین ندارد اگر مورد آزار قرارش دهد فقط آزانی مرا آزار داده است. حضرت با اونها حتی مناسبت داشت. برای همین امروز حقیقتا از نام دین که همه گپ هست دلاور جان، مردم ممکن همین کاهش هایی که در دین ای بین انا همین سرکوبی هایی که در دین ای پشت انا همین ناخلف های همین سرکوبی هایی که می شود، بسیاری مشکلات هایی که مقصد دین با او روبرو می شود از پشت انا همین نفر های است که وقتی میشینن بسم الله الرحمن الرحیم گفته سر میکنن یا به نام الله گفته سر میکنن، انا از پشت همین ناخلفا هم این چیزا شیدنش ممکنه. من اینا دلاور جان به خدا قسم گفتم، این قسم هانیسیه، من اینا خاص به خاطر خدا گفتم، برای که این چیزا من احساس میکنم و این چیزا حس میکنم و دین من دوست میدارم. نمیخواهم که از دین من کسی استفاده برد. در دین نفرهای جاهلند، جاهل هایی که با کردارهاشون ایمیج اسلام رو ویران میکنن، ولی مردم در اونها نگاه میکنن میگن واقعیت دین همینه. یعنی در اصل اونها حقیقتا دشمن دین به حساب میروند، زیرا که رفتارها و کردارهای اونها هیچگاه با دین موافقت نمیکنند، اگرچه در نظر مردم واقعیت دارد لیکن در اصل اون نیست. من هم از همین لحظه ها برادر دلاور، من چگونه که در ابتدا گفتم من صرف آدم دینیم، باز میگویم من به هیچ پهلوی خواهش ندارم که نظر داشته باشم و همین چیزا برای خودم انتخاب کرده گیم. برای همین همیشه یک خواهشی دیگرم دارم که خواه مردمی که در داخلن خواه مردمی که در خارجن باید در قلب همه ما یک شعار یا یک خواهش باشد که امروز همین دیاری که ما و شما هستیم، وطنی که ما و شما هستیم، ایرا باید ما آباد کنیم. باید برای هر یک لحظه ناخوبی که اگر این دیار ما را اگر فرا گیرد تمام وجود ما باید به لرزه درآید. نخواهیم که خواه از داخل خواه از خارج کسی خلل پذیر در این ناآرامی های ما شود. من دلاور جان آزاد میگم، من این چیزها را در روسیه هم میگفتم. من میگفتم که کسی اگر برای از بین بردن وحدت یا ناآرام کردن وقتی سعی دارد، تلاش دارد، وای غرض دارد، وای غرض دارد. این یگان خوبی خرابی تا امروزه یگان خوبی نآورده است. منم در همین دورهای نارامی بودم. همون خودکشی که شما گفتین، اگر کمتر آدمی با ننگ با ناموس میشید و رفتار و ساعت همون وقت میدید، شاید اینایی که خودشون میکشن ما میگیم دیوانن. اینا رو ممکن ما میگیم دیوانن. برای من بسیار خودکشی رو اشتراک کردم، میگفتم کسل بود، میگن نه کسل نبود. من گمانم میگه که دیوانه خودکشی میکنه، دیوانه خودکشی میکنن. لیکن همین روز هم اگر در همین کارم که هر کسی که اگر دست درازی میکند، مثال ما را به قبیله جدا میکند یا هر یک مسئله را کجا هست جایی که بی خطا و بی کمبود و بی لغزش باشد، کجا هست میخیل همون دولت هایی که گوییم پیشرفت ها دارن،
خب امروز بسیاری مردم میخواد در اونجا زندگی کنن. آیا در همون جا هم همون دموکراتی که میگن همون اصل دارد؟ ندارد هیچ وقت. برای همین کسی که در همین بابت من فکر میکنم وقتی که چیزی میخواهد که داخل کند ما را با شما مثال ناراحت و ناآرام کند، در کردار این انسانم من خیر نمیبینم، این آدم من هوشیارم نمیشمارم. برای همین برای ما بسیار مهم است که ما به قدر یکدیگر رسیم، یکدیگر را دوست بداریم. روز به روز بهبودی ها در ما و شما باشد. فرزندای ما باید که انشاءالله از این دنیایی که الله مهربان این را آفریده است اینها در اینجا گشت گذارم داشته باشند. اینها هم باید که تازگی و آلوفتگی و مقصد گوییم خوبی ها را باید که ببینن. این خیلی بدبختی است که ای دستی من وقتی که یک بدبختی می آید و مردمی که حتی به این هیچ لازم هم نبود بیچاره اونها اذیت کشن، اونها عذاب ببینن. من ایره هم در همین نسبتی گوییم همین مسئله هم برای اینکه بسیاری ها شاید گوش اندازن میگه یک نکته بس است اگر شعور است. همین برای آدمی با فهم خودش یک اشاره هم انشاءالله کفایت میکنه.